بخشیده به 27 سالگی روز وحدت ملی در دهه جوریز دهوت به نام عبدی‌عوض ناحیه وسه دو عدد انشاءات اهمیت اجتماعی داشته مورد بهره برداری قرار داده شدند. نانپزخانه یکی از آنها می باشد. اینجا با استفاده از تنور چکدان پختن نانهای آچگی برآمده شده است. اکنون وقتی دلخواه از این دهه نان گرم خواهشمندان پیدا کرده می توانند. رحمت به پیشوای ملت، سردار دولت، پروردگار همه سردار دولت در بالای سر همه تاجیکان نگهبان باشه، دائما سربلند باشه، آخر زورش نکنه. این تنجی امانی که مگزین های نمبای خونه های انا چی صدیق های اپتیک های همه چیز هست. سال تنجی امانی شد. او سالای جنگ و یک تمانه میخوده. همراه با نانپزخانه در پهلوی این انشاءات مغازه محصولات خوراکواری ها که در این روز مورد استفاده قرار داده شد در خدمت همدهگان قرار دارد. مشکلات مردم آسان کرد. ما حاضر آدما میان از همینجا خرید میکنن میشد نمیروند مرکز ناحیه. همش یک نرخ نظم به ناحیه با اینجا ارزان تر است. از همینجا خرید میکنن بهبودی هستی برای که راه کیلومتر میروند میان به راه کیلو همینجا نرخ نوای ارزان کسی خرید و فروش میکنن. ساکنان دهه جوریز گفتند که منبر هم در کارهای آبادانی دههشان سهم ارزنده میگذارند.